تقدیم از کانال پرژین موزیک. برادر عزیز خیلی پیش در همین یوتیوب یک سرود برادر خوانده بودم، یعنی سرود فرزند پدر. یک دو برادرای قدردان از شهر دوشنبه، برادر عزیز اسماعیل جون، اکای شرف، اکای زفر جون، همین سرود یک بار دیگه خواهش کردن. برادر عزیز فرخشو رو همینجا دعوت کردیم که همین سرود یک بار دیگه همین سرودی برادر را بخونیم، به خاطر که برای فرزند پدر در دنیا هسته که به خاطر مول، به خاطر هر چی که باشه نباشه، دوستان عزیز اکا و دادر از هم جدا میشن، مادر پدر را ضد میکنن به خاطر فرزند پدر. اون کسانی که فرزند پدر اکا دادر را دوست میداره، همین سرود را دستگیری میکنیم. دوستان عزیز بسیار معنی بزرگ داره، همین را پدیلیت سا میکنیم. کسی فرزند پدر را دوست میداره سرود را دستگیری میکنیم، با اون خاطر که بسیار بامزه است. سربلند باشین دوستان عزیز، زنده باشین. در این دنیا تو را دارم برادر، در برم باشی که باشد چون تو غم خورم، برادر در برم باشی. در این دنیا تو را دارم برادر، در برم باشی که باشد چون تو غم خورم، برادر در برم باشی. کم از دوستی که در سختی بگیرد دست دوستی خود، کم از دوستی که در سختی بگیرد دست دوستی خود. و سخت و بخاریم برادر در برم باشی، و سختی و بخاریم برادر در برم باشی. ببین در راه مال و زر برادر خان بسیار است. ببین در راه مال و زر برادر خان بسیار است. ندارم گر و یاد دارم تو در هر مشکلم باشی، ندارم گر و یاد دارم تو در هر مشکلم باشی، برادر در برم باشی. دوستان عزیز جایی که تنی فرزند پدر درد میکنه، هر چی که باشه بچه اوتا دیگر رای تو را عضوی بدر آید، مرا آن عضو شرمند است. توی جانم توی خونم برادر هم تنم باشی، تو را عضوی